یک گو 7 نفره انشالله گرفتنی هستیم. 200 کیلو گوشت داشته. گوسفند گفتیم گوسفند لاغر 10 15 13 کیلو، برای همین 7 نفر شده چی کردنیم، قربانی کردنیم. اکن چی ای مقصد که شما گفتید که چی، اگر آدمایی که نیت قربانی نداشته باشند، بس ما نیت داشتیم ای همون دهه اول ذوالحجه او هم پیشتر نیت قربانی داشتیم، بعد قربانی ما چه میشه باشه اگر با یگان نفری ای برادرو اگر نیت قربانی برای نیتی هم تو گوشت خوردن اگر چی کرده باشند، قربانی ما جایز میشود نمیشود؟ جایز نمیشه. بنابراین شما شریکاتون رو میشناسید. شریکایی که 7 نفر پول پرداخت خرڅید باید شریکتون رو شناسید. باید پرسید که همه قربانی است، همه قربانی است باشه بعد قربانی کنید. باشه پولتون گیرید گوسفند کشید. گوسفند کشیم لاغر باشم گوسفند کشتن گیریم. نه لاغر باشد به معنی پوست و استخوان نباشد. نه مثلا 10 کیلو 5 کیلو همون آخر گوشت لخم داشته 10 باشد. سین سالش 1 آه. ساله بالا باشد. بوز کشید اگر بعد گوسفند لاغر باشد. بوز بوده است تکا بوده است تا 15 این 16 در کیلو اگر مثال در بیرونی تاجیکستان واقعا گوسفند تاجیکستان هم من قایل شدگی هستم. در دنیا همین گوسفندای ما واقعا رقم یک است. در همین چیز ما پیشرفتگیم. لیکن دیگر جاهای میبینید گوسفنداش خراب است. بعضی جاها مثلا گوسفند مایده است بوز کلان است، بوز گیرید در این حالت. لیکن بوز باید 1 ساله پر شدگی باشه. انشاءالله اگر مصلحت میکنیم همه را برادران